ساکن 20 ساله شهر ترسونزاده را مستقیما از زینه‌پایه هواپیما در فرودگاه کولوب بازداشت کرده به کمیساریات حربی نویه همدانی بردند و از آنجا به ارتش سفربر کردند. در این باره بعضی پلیس یکی از پیوندان جوان خبر داد، لیکن در فرودگاه بین المللی کولوب اصرار نمودند که درباره این حادثه خبر ندارند. این جوان حالا در یک قسم نظامی مستقر در ترسونزاده خدمت میکند و گفته نزدیکان جوان او 2 سال این جانب برای پول کارکنی در روسیه قرار داشت. 9 دکتر پس از فهمیدن بیماری بیبیش تعجیلا به وطن آمده است. جوان با خدسیر کلوگ کولوب آمده، والدینش او را در خانه انتظار بودند، لیکن ناگهان زنگ زده خبر میدهد که به دست سرباز شکارچیان افتاده است. کارمندان فرودگاه به او گفتند که جوان را به کمیساریات حربی نویه همدانی بردند و سمکه پسرش را به او دادند. ابراز داشتند خویشاوندانش به قول او پس از این پدر جوان به همدانی می رود، لیکن در آنجا هم پسرش را پیدا نمی کند. با گذشت یک شبانه روز جوان خودش زنگ زده خبر می دهد که در کمیساریات حربی شهر بختر قرار دارد و به نزدیکی او را به قسم حربی سفر بر می کنند. وقتی که پدرش به بختر می آید، میانروان پیدا شده به عوض رهایی فرزندش از او مبلغ برایش خیلی زیاد را طلب می کنند، لیکن او راضی نمی شود. روز 12 دکتر جیانم را به یکی از قسم‌های حربی شهر ترسونزاده فرستادند. گفت خویش نوسکر. در همین حال قربان سفروف معاون دیرکتور فرودگاه بین المللی کولوب به از پلیس در این رابطه خبر داد که بعد انجام معرکه دعوت او دیگر کارمندان کمیساریات حربی را در نزدیکی فرودگاه ندیده است. تا انجام دعوت چند با لباس ملکی نزد درآمدگاه فرودگاه می ایستادند، لیکن زیاده از یک هفته است که آنها را در اینجا مشاهده نکردم. درباره ابلاغ جوان 20 ساله چیزی نشنیدم و خبر ندارم، ابراز داشت او. باز درباره یک حادثه سرباز شکار به از پلیس کاربر رسانه خبر داد. او درباره ناگهان از دانشگاه خارج شدن و به ارتش بردن برادرش نقل کرد. برادر خردی من فرقجان روزیف در فاکولته کیمیا و بیولوژی دانشگاه دولتی خوجند تحصیل میکرد. تا این دم او مدام در درس‌های اشتراک میکرد و پول شرطنامه تحصیل را سر وقت پرداخت کرد، لیکن 7 دکتر او را از دانشگاه گرفته به کمیساریات حربی بردند. از کجای در کتاب دوامات دانشگاه زیاده از 48 ساعت علامت غایب بودن در درس پیدا شده است، نوشته است کاربر. به گفته او همه همسبقانش میگویند که او در همه مشغولیت‌ها حضور داشت. همان روز او را از دانشگاه خارج کرده به ارتش میبرند. کجا است عدالت و ما به کی باور کنیم؟ سوال میدهد کاربر. تا زمان آماده شدن خبر از پلیس با وزارت مدافعت در تماس شدن نتوانست تا که از روی این دلیل ها شرح بگیرند. یادرس میکنیم که چند پیش سردار مرکز مطبوعات وزارت مدافعت تاجیکستان فریدون محمد علی زاده بعض پلیس خبر داده بود که هنوز 30 نوامبر معرکه دعوت تیرمایی به خدمت حربی به آخر رسیده، نقشه دعوت 100% اجرا شده است، لیکن در همین حال ذکر کرد که در شهر و نواحی علاقه آمادگی به دعوت بهاری آغاز شده است.